سلام علیکم دوستان عزیز. امروز حکایه نوبتی خود را برای شما پیشکش میکنم. حادثه‌ای که در قبرستانی رخ داده است. وقتی دانشجوی ما بود، من با صاحب به خانه عزیز رفتیم. خانه عزیز دورتر از دیه بود و در نزد خانه آنها کمی دور از آنجا یک مزار وجود داشت. اهل دیه ما با چراداری مشغول بودند. زیر ماه بود. گرگ‌هایی گرسنه به چاروا حمله میکردند. من با صاحب به خانه عزیز رفتیم. درسهایمان رو همراهی عزیز تیار کردیم. بعد از تیار کردن درس مانده شدیم. خواستیم کمی باز کنیم. اول کارت باز کردیم و بعد از بازی کارت کمی از کارت هم دلگیر شدیم و کمی صحبت کردیم با هم دیگر در هر خیل موضوع ها. موضوع قبرستانی به میان آمد. صاحب که بچه نودرس بود گفت باید به قبرستانی میرویم. ما هم راضی شدیم. همراهی صاحب و عزیز به قبرستانی رفتیم. از درآمدگاه قبرستانی هم در اومدیم. من خودم رو ترسانچک میگفتم، اما عزیز از من هم بدتر ترسانچک بوده است. از شکستن رستنی از هر خیل آوازها خیلی میترسید و خود به خود چیزی میگفت. کمی راهمون رو دوام کردیم. گرگ‌ها هر خیل صدا می‌برآوردند، گویا که ما رو میگفتند که نرویم با اونجا. اما ما در اومدیم به داخل قبرستانی. کمی راه گشتیم که کمی دور از ما، تخمینا 30 یا 40 متر از ما دورتر، یک سفیدی معلوم شد. عزیز درحال فنرکش را به اون سو نگراند، اما فنری که عزیز خیلی خیره بود و نشان نمیداد آن چی بود. در اول اون به مانند جانزاده بود، یک حیوانی بود، اما از چشم برخیست. دیدیم که به شکل آدم مانند است. اون سفیدی از جایش برخیست، به بالای سنگ برآمد، به سوی ما نگریست و چنان داد زد. آواز مانند آواز گرگ بود، از وی هم دهشتناک. من عزیز و صاحب چنان گریختیم. من که با ورزش مشغول بودم، در مکتب در هر خیل مسابقه های دویدن شرکت ورزیده بودم. به من اینقدر دشوار نبود، اما عزیز و صاحب چنان می دویدن. در واقع در وقت دویدن عزیز سرش رو با یک سنگ میزند. صاحب باشد از ترس زیاد پای پشش رو در آنجا میماند. از قبرستانی بیرون شدیم. خواستیم کمی نفسمون راست نماییم، اما گویا که چیزی از قفای ما تعقیب میکرد. اون آواز به ما نزدیک میشد. ما تا به خانه عزیز گریختیم. به خانه رفته رسیدیم و در را سخت کردیم. خود به خود میگفتیم برای چی به اونجا رفتیم؟ چرا این طور کردیم؟ همین طور خوابمون برد. با گوهریزی خیستیم. همه حادثه شده را با بابای عزیز نقل کردیم. بابای عزیز با ما کمی تنبیه داد و گفت از این یک چند سال پیش در اون قبرستانی یک دخترچی لیلی دختری را در اونجا با حیاتش تجاوز میکنند و در اونجا کشته میروند. مردم دیگه پدر و مادر اون دخترچی رو میکنند اما نمیوند.
و آن را به همون جا به خاک میسپارند. بعد آدما میگویند که بعد از گوریندن آن هر شب در قبرستان روی آن دختر بزاته می شود و همین طور حادثه می شود و هر یک همدیگان خود روح می دهد. این را شنیدیم و گفتیم دیگر به آنجا نمی رویم. اگر که به سرمون شمشیر مانند هم دیگر به آنجا نمی رویم، گویا به کار خود مشغول شدیم.